سلام سلام. یکم بلندتر میشی لطفاً؟ هلو. واقعا نیاز به یه آیفون دارم. سلام سلام. شهر به شهر، خانه به خانه. اوکی زود بیاین، به خاطر اینکه خیلی چیز میز دارم. تمامشون اینجا هستن و یه مقدارشون هم پشتم هستن، خیلی زیادن و بعضیاشون هم نیاز دارم که سریعتر بهتون نشون بدم که ببرم تو یخچال بذارم. احتراما خوشگل شدم. احتراما. سلام سلام. خداییش نگاه کنید، خودمو براتون آماده کردم. یکم هم از چیز آقای جنده بزنیم. یکم عطر بزنیم حالا که اومدین خونم. سلام سلام. زود باشین دیگه. 12,000 نفر. من گفتم که 10,000 نفر باشین شروع میکنم. اوکی پس شروع کنیم. صدا و تصویر یکی نیست. اگه صدا و تصویر خوبه که شروع کنیم، منو در جریان بذارید. نشه چه بوی خوبی میده عطرت. در جریانم. عطر آقای جنده است، سلیقشه. راحت نیاوردن به دست ای جان. احتمال زیاد این هفته میرم آیفون برای خودم میگیرم. واقعا نیاز به یه آیفون جدید دارم. عالیه. خوبه شروع کنم؟ اوکی. زود باشیم بیاین دیگه. اوکی میخوام شروع کنم. آماده این؟ احتراما یکم دوست ندارم رافم در بیاد. از بالاترین ویو لطفا برای من اسک بگیرید و برای من بفرستین. احتراما. خب شروع نوشته استارت بزن ملکه من. اصلا امروز اینجا تعطیله، یک شنبه است فکر میکنم امروز. بعد همسایمون بیرونه، منو بیرون میکنن امسال، منو بیرون میکنن از این خونه. اوکی سلام سلام. زود باشین دیگه بیاین. 3 ساعت خداییش سر موقع اومدم. شما چرا اینقدر به من میگین دیر میکنین؟ ببینید الان ساعت 11 است دیگه، من سر موقع اومدم. خداییش به من بگین خوشگل شدم. اول یه لحظه به من بگین خوشگل شدم. احتراما داری به شخصیت هم نگاه میکنی. احتراما داری به شخصیت هم نگاه میکنی. احتراما. اوکی نه بذار شروع کنیم. خیلی چیز میز داریم، زیاد سرصدا نکنین یا سرصدا بکنین. اگه لایو رو سیو کردم، من سعی میکنم لایو رو سیو نکنم. ولی کامنتاتون رو میخونم دیگه، لابلاش کامنتاتون رو میخونم. کج دوربین در جریانم، نمیدونم چی کارش کنم. به خاطر چیزه، به خاطر ترایپاد شکستم هستش. اوکی 16,800 17,000. او مای گاد. دلتون خیلی برای من تنگ شده بود. یا میخوایم ببینی این کسخل خرمگس چرا این همه خرید میکنه؟ سینگله. لطفا از بالاترین ویو برای من عکس بگیرید. اوکی شروع کنیم. اول از همه احتراما ردبول گرفتم. احتراما ردبول برای شبای خاک برسر. ندا بی تربیت نباش لطفا خواهشم. بچه تو لایوه. به من چه بچه تو لایو؟ خفه شو. اوکی ردبول برای شبای خاک برسری برای پسرها و حتی دخترها خیلی مهمه.
نوت برداری کنید. ردبول فقط برای شبای خاک برسری. اوکی. Oh my god، سوسیس گرفتم برای اولین بار. یاد چیز میافتم، یاد حرف اون مرده بود که میگفت سوسیس تو چی؟ سوسیس رو میخوای بخوری؟ نه سوسیس رو میخوای بخوری؟ خلاصه من سوسیس گرفتم. این سوسیس نمیدونم چه سوسیسی هستش. من میخوام شروع کنم به آشپزی کردن احتراما، اگر بشه احتراما. سوسیس رو میخوام سوسیس بندری درست کنم. بلد نیستم ولی یه سری چیزا رو قاطی میکنم و درست میکنم. دیگه چی گرفتیم؟ خیلی چیز میذارم، من نمیدونم از کجا شروع کنم. اینا رو که میخوام ببرم توی یخچال، یعنی اصغر میخواد ببره توی یخچال، سریع بهتون نشون میدم. به خدا این همسایه موندن تو این کسخلی موندن. این چیه؟ اگه گفتین این چیه؟ زود باشین. ها قطع میشه، با فیلتر بیاین. چوسیا زود باشین. ها آفرین، مخصوص خودت تری بخوری. مخصوص خودت تری بخوریش. این چیزه، این میگو هستش، تمیز شده و به صورت لاکچری شده، دسته بندی شده هستش. میگو اینجا خیلی گرونه، احتمالاً ایران بیداد میزنه. این میگو فکر میکنم $15 اینا بود یا $20. خیلی گرونه. میگو فوق العاده گرونه و چون که لاکچری بود من گرفتمش احتراما. خیلی خوشگله. چرا قطع و وصل میشه؟ بچه ها احتمالاً از لایوتونه، من نمیدونم. بچه هایی که نت ضعیفه چرا؟ چقدر زده حال. با فیلتر بیاین، همتون با فیلتر بیاین، همتون با فیلتر بیاین. احتراما چیز گرفتم، احتراما چیز گرفتم، بستنی چوبی گرفتم. بستنی خیلی گرفتم. بذار اون بستنی ها رو هم بهتون نشون بدم. بستنی خیلی گرفتم. بستنی رو من موقعی میگیرم که میرم تو رخت خواب. تازه یادم میاد بستنی بخورم، یعنی کلن هر وقتی میرم تو رخت خواب یادم میاد غذا بخورم. تمام این غذاها حتی میگورم تو رخت خواب میخورم. بذارید اینم بهتون نشون بدم. خداییش خوشگل شدم. ببینید من چقدر براتون وقت میذارم. رفتم لباس خوشگل خریدم، یعنی پوشیدم. نمیدونم اینم گرفتم. این خیلی خوشمزه است. احتراما خوردم ازش یک کف. یس اتفاقا یخ زده چون خوردم ازش. این چی هستش؟ این چاکلت تراپی، یعنی بستنی شکلات تراپی هستش. پر از شکلاته. این یخ روشه به خاطر اینکه بازش کردم، ولی پر از شکلاته. اینقدر خوشمزه است، اینقدر خوشمزه است. در جریان هستین که من شکلات تراپی خیلی دوست دارم، ماساژ تراپی دوست دارم. شبا حالا بقیه چیزا بماند، بقیه چیزا بماند. اینم خریدم، اینم بازش نکردم. بذارید من بازش کنم. اصغر لطفاً چیزو بیار. اصغر صبر کنید اینم بازش کنم. اینو ببینم. شاش دارم. اینم یه بستنی دیگه هستش، میخوام بازش کنم ببینم چه شکلیه. من چه طاقتی آوردم اینا رو باز نکردم. عزیزم سلام. عزیزم سلام. عزیزم بوی ماساژ تراپی شبانه رو میده احتراما. اینه هاشش. این با کره سیب زمینی، کره بادام زمینی هستش. کلا من کره بادام زمینی خیلی دوست دارم احتراما. این لحظه من یک کم انگولکش کنم احتراما.
my fucking god. Oh wow. واو خوشمزه است. نمیبینین؟ سلام. تازه بچه ها دارم. خیلی خوشمزه است. بچه هایی که کانادا هستن حتما اینو بگیرن. ببینین این شکلیه. خیلی خوشمزه است. واو. او دست گل در نکنه ندا جون. دیگه چی گرفتیم؟ اینا رو من سری بهتون نشون بدم. این احترامت چون خوشگل بود گرفتمش. احترامت برای من مثلا مهم نیست چیه، ولی چون خوشگل بود خیلی کسخور شدم این روزا. هرچی پسر خوشگله من میپسندم، غذا خوشگل باشه میپسندم. برای من مهم نیست اصلا خوب باشه نباشه. قلب نفرستین. این ماس هستش، از این ماسای لاکچری هستش. این شکلیه. من چطوری بازش کنم؟ میدو اینقدر ندید بدید نباش. من ندید بدیدم. من دوست دارم ندید بدید باشم. کلا ندید بدیدم. مشکلی داره؟ نه مشکلی داری. آها اینم ببینید. این با طعمای مختلفه. مثلا این با زردآلویی، این با گیلاس، این با توت فرنگیه. کاشکی پسرها هم این شکلی می اومدن. میدونی مثلا یه شب مثلا با شایان می بودی، یه شب مثلا با محمد می بودی، یه شب مثلا با کامیار خدایا یه پکیج اینطوری برای من درست کن که من بتونم اینا رو توی فروشگاه تهیه کنم. حالا که اینطوری بود، حالا که اینطوری شد من یاد زنداداشم افتادم. حالا که اسم محمدو گفتم، زنداداشم یک کم غیبت کنیم بد نیست. میگه میشه بیای لایو ندا یاسی غیبت نباشه توش؟ مرض در اوکی. زن داداشم، اسم داداشم محمد، اسم یکی از داداشم. زن داداشم خب خیلی از این دخترای خیلی چاس می اومد، خیلی برامون کلاس می اومد. در جریان هستین که زن داداشا چطوریم؟ پیف خلاصه بعد مثلا برای اینکه خودشو خیلی لوس کنه خب خندم میگیره، ولی خوبه ها، مثلا قشنگه. برای اینکه خودشو لوس کنه مثلا نشسته بودیم، مثلا میخواست داداشم محمد رو صدا کنه. خب مثلا ما صداش میکردیم محمد بیا، مثلا داداشم اسمش محمد، صداش میکردیم محمد بیا. خب اون چی میگفت؟ محمدم مرز. این دیگه چه قرتی بازی میده؟ محمدم میشه برام آب بیاری؟ به آب نیاز دارم. والا به خدا همین این قرتی بازی ها رو در میارن که پسرای خوب گیرشون میاد. من احمق محمد اصغر بیا، با صدای سکسی نازک محمدم. اینم از این. عکس بگیرین، یه عکسی برام میگیرین. 19,000 نفر شدیم. عکس بگیرین، صبر کنین. بچه من یه مقدار یه کوچولو جوراب گذاشتم، یه کوچولو، یک عدد. اصلا والیوم نمیده، اصلا ندارم، همش از بین رفته. اوکی چیز گرفتم. قارچ ندا فامیلاتون فالو دارن ندارن؟ همه‌شون منو فالو دارن و همه‌شون تو دایرکت برام اومدن فوش بهم دادن و تهدیدم میکنن ما میایم کانادا. به به، سلام 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 سلام. چیدی دانه به دانه چه عاشقانه. سلام سلام.
یکم بلندتر میشی لطفاً؟ هلو. واقعا نیاز به یه آیفون دارم. سلام سلام. شهر به شهر، خانه به خانه. اوکی زود بیای، به خاطر اینکه خیلی چیز میز دارم. تمامشون اینجا هستن و یه مقدارشون هم پشتم هستن، خیلی زیادن و بعضیاشون هم نیاز دارم که سریعتر بهتون نشون بدم که ببرم تو یخچال بذارم. احتراما خوشگل شدم. احتراما. سلام سلام. خداییش نگاه کنید، خودمو براتون آماده کردم. یکم هم از چیز آقای جنده بزنیم. یکم عطر بزنیم حالا که اومدین خونم. سلام سلام. زود باشین. 12,000 نفر. من گفتم که 10,000 نفر باشین شروع میکنم. اوکی پس شروع کنیم. صدا و تصویر یکی نیست؟ اگه صدا و تصویر خوبه که شروع کنیم، منو در جریان بذارید. نشه چه بوی خوبی میده عطرت. در جریانم. عطر آقای جنده است، سلیقشه. راحت نیاوردن به دست ای جان. احتمال زیاد این هفته میرم آیفون برای خودم میگیرم. واقعا نیاز به یه آیفون جدید دارم. عالیه. خوبه شروع کنم؟ اوکی. زود باشیم بیاین دیگه. اوکی میخوام شروع کنم. آماده این؟ احتراما یکم دوست ندارم نافم در بیاد. از بالاترین ویو لطفا برای من اسک بگیرید و برای من بفرستین. احتراما. خب شروع نوشته استارت بزن ملکه من. اصلا امروز اینجا تعطیله، یک شنبه است فکر میکنم امروز. بعد همسایمون بیرونه، منو بیرون میکنن امسال، منو بیرون میکنن از این خونه. اوکی سلام سلام. زود باشین دیگه بیاین. 3 ساعت خداییش سر موقع اومدم. شما چرا اینقدر به من میگین دیر میکنین؟ ببینید الان ساعت 11 است دیگه، من سر موقع اومدم. خداییش به من بگین خوشگل شدم. اول یه لحظه به من بگین خوشگل شدم. احتراما داری به شخصیت هم نگاه میکنی. احتراما داری به شخصیت هم نگاه میکنی. احتراما. اوکی نه بذار شروع کنیم. خیلی چیز میز داریم، زیاد سرصدا نکنین یا سرصدا بکنین. اگه لایو رو سیو کردم، من سعی میکنم لایو رو سیو نکنم. ولی کامنتاتون رو میخونم دیگه، لابلاش کامنتاتون رو میخونم. کج دوربین در جریانم، نمیدونم چیکارش کنم. به خاطر چیزه، به خاطر ترایپاد شکستم هستش. اوکی 16,800 17,000. او مای گاد، دلتون خیلی برای من تنگ شده بود. یا میخوایم ببینی این کسخل خرمگس چرا این همه خرید میکنه؟ سینگله. لطفا از بالاترین ویو برای من عکس بگیرید. اوکی شروع کنیم. اول از همه احتراما ردبول گرفتم. احتراما ردبول برای شبای خاک برسر. ندا بی تربیت نباش لطفا، خواهشم. بچه تو لایوه. به من چه بچه تو لایو؟ خفه شو. اوکی ردبول برای شبای خاک برسری، برای پسرا و حتی دخترها خیلی مهمه. نوت برداری کنید. ردبول فقط برای شبای خاک برسری.
اوکی. Oh my god، سوسیس گرفتم برای اولین بار. یاد چیز میافتن، یاد حرف اون مرده بودم که میگفت سوسیس تو چی؟ سوسیس رو میخوای بخوری؟ نه سوسیس رو میخوای بخوری؟ خلاصه من سوسیس گرفتم.